اگر دریافت می‌نمودن شخصی رو که امروز دست خدا دراز به مهاجرت ملتی میکرد خوبتر از من که کمتر از من که بدی نباشه کم تصور نداشت تجربه کنی من روزی بودم خاموش ایستم لیکن این ملت از من میگه نیست دیگر شخص من نمیدونم با اونو چی گفت کنم Ассалому алейкум, мухтарам Каломат Шарипов. Шумо дирӯз тариқи радиои имрӯз ба мардум дар бобати муҳоҷирати меҳнатӣ, шароити муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия ин ахборро додед ва ин боиси хуб буд, дастгирии тамоми муҳоҷирон буд. Ва имрӯз мо чанд саволи дигар дорем нисбат ба ҳамин ҳаёти муҳоҷирон дар худи қаламрави Россия ва шаҳри Москва باید همراهی شما مطرح شدیم این سوال خیلی زور می‌آید. چون اون چیزی که در مدت 2 ساعت ممکن 10 ساعت کار باشه همین رو گفتم نیست. از سوالی که پیدا میشن از طرف شهروندان تاجیکستان و بیرون که مهاجران می‌آیند ما باید به یک فکر درست بیاییم که آنها امروز در حالتی وضعی هستند و بودن من در تاجیکستان از روزی رسیدن جدا از یک ماشین و همیشه در علاقه هستم با بلوگرهای این روزی که تاجیکان در بیرون از دولت خبرهای خوب میرسونند دستگیری با شهروندان خوب میکنند خدمت‌های دیگر از طرف اونا پیدا میشه به مهاجران مثلا یکی از بلوگرهای خوب این روزا میرسون میکنند بین ده بلوگر این گلوس میگران است و بودن گلوس میگران و با ما جامعه تاجیکان трудовые мигранты Таджикистана, сайты ходивай, сомоны вай, Таджмигран. این فعالیت خوب است که شهروندان تو امروز هوسمند دارند. چی پیشنهاد میشود که در آینده از این وضعیت متمانند برایم. سوالای طولانی سوالا بودن. البته که من بودم در روسیه و میشه گفتم که وقتی من در روسیه هستم با من یگان یاردم بیرونی حتی پولی لازم نیست. جامعه خودش میرفت تمامی شخصانی که در اطراف جامعه بودن اونا دلپرانه بودن که امروز روبری دیاسپورا روبری فدراسیون میگرانت بسنده از ما طلبی ندارد و امروز هم طلبی ندارم لیکن از بودنی صفی شخصانی که امروز مواجهت میکنند با من و پیش از این پروگرامی رادیویی که ما صحبت داشتیم پیشنهاد بودن که چرا این روز کرامت بشری خاموش است چرا نمیخواهد که وقتی که دستی از خانه اونو نمیزنم دستی یوری اون با ما رسید در بودن اینکه این روز برآمد با ما خاموش ایستادیم همون نتونستیم بابای رفته در اطراف ایرپورت و در اطراف اسپیسپرینگو سرجم شدیم و آواز برای صدا کنید که شما چی به این شهروند به این روبری ما که به این توجیه فکرهای خود را رسوندن این روز مبارزه که چندین بودم از بین برداشتگیم جمشون روشن بود نشد چه حدیثا بودم برداشتم غلامی رو از بین برداشتم چیزایی بودم روزنامه در آوردم سامانه در آوردم همین بی پول بود برای ملتم بود از دیگر طرف پیداشوی ضربه به ملت توجیه شخصی که از دیگر ملت اولا پلانی خود را میخوردن پروگرام میخوردن اونا فکر میکردن مبادا این خبر به وی میرسید شد با بالا رسید با حکومتان رسید با حکومت‌های تاجیکستان رسید ما چیزی بالا بودی نکردم لیکن اونا در حرکت هستن که این رای گرفته کلمات شریف جامعه که دیاسپوری توجیک بسته شود اونا ایراد کردن چون اونجا 3 دیل است یک دیل بود از برآوردن دولت دوم نچه بی‌عدالتی برداشتنی پاسپورتی و سوم برآوردن از روی خود خانه 3 دیل برای چیه برای یک شخص یک در یک روز 3 سوت گذراندن این ضربه به ما نبود و فهموندن اونا بود که ببینید ما چی چهارا میبینیم نسبت راهبری شما این راهبری شما همین از کرامت الان تماشا کنید ملت ما به چی میموند مبارزه با کرامت شریف شما چقدر که ما معلومات دارید قریب 12 روز در спецприемник مختم بودید و ما میخواستیم فهمیم که با شما چگونه رفتار داشتن و یگان مناسبت اونها با شما چگونه بود یعنی مناسبت کارگران و спецприемник
زیاد شهروندانی که از روسیه با روی دیپارتاسیون برآمدن اونا بودن در اسپیسپریوم. اگر با اونا سوال کنید که خود اسپیسپریوم چی است، این یک گروه آدمانی که به 6-7 نفر به خانه‌ها تقسیم کرده میشه. من در حالتی تنهایی بودم و تنها بودن من این یک برای خود بخطری می‌حسابید شخصانی که دست به این زدن. ببینید خیلی سوالی نمی‌کنه камеры. Камера немножко буквально там 1,5 метра на 2 метра, 2,20. Имеет туалет, имеет раковину, где можно мыть, и кровать. Жесткий кровать и, соответственно, двери, которые защелкиваются на различных названиях ключи или замки. Это есть. Должны об этом знать. И все стены были расписаны. И там я тоже расписался. В этой камере был Карамат Шарипов с 30 ноября по 11 декабря. 11 шабона روز و بعدتر سود سر شد. سودی دیگه که ما در مورد 10 روز باید حل این مسئله رو می‌افتیم. حتی دولت روسیه بدون روسیه گفتن که این سود در مورد یک ماه باید بگذارن. اونجا باید یک ماه دیگر در آبشی کامل بگذارن. لیکن در بین 3 روز حل کردن. روزانه سود سر شد. در اون اشتراک داشتن. در ولایت مسکوف سودی بودش. و همون از همون که به یکم قرار سود اومدن به نزد ما اومد کالونی автомобилو بار کردن و 100 کیلومتر سفر کردم واسه طرف ایرپورت و بعدتر من در حالتی بودنی خود در بودنی ادوکاتوری خود در بودنی ورچو و دیگر شخصانی که دیدم من بودم و گفتم که به من کلاس کردم من اونجا حرکت کردن نمیتونستم چون که 100 کیلومتر پیش از این یک خانه محکم اگر خودتون باید دو اپرات شما حرکت کردن نمیتونید این شد پس با سمالات داخل شدیم. محترم Карамат Шарипов, برای شما در محکمه بودنتون از یاری ادوکات استفاده بردید یا نه؟ عموما در تمام حکومت روسیه شخصی که می‌رفته برای دیده برآمدن هم برای ادمنستراتیو هم برای قانونی در اونجا ادوکات است. خود ادوکاتای ما بودن که اونها دوست بودن که به من رسیدن نزدیک شدن از طرف حکومت روسیه یک قسم شخصی بودن که روزگی نمی‌دادن. این یک بین‌المللی قانونی روسیه است. اما کانستیتوسیون اونا نبودن که در روز 8 بعد این مراجعه ادوکاتای من مسئله کمیته روسیه اونا اجازه دادن. و بعدتر ببینید که در روز 12 سوری دیوم میگذرد. در این حالت آنها قرار سود به دست نگرفته موافق قرار سود یکم گویا که 10 روز بود شد اینا برای بیانم چی کردن؟ ضربه خود را رسوندن. باز پایمال کردن اولا چی است که تاجیک فراموش نکنید تو در تمام حرکت‌های آنها یک چیز این تاجیک است. تحقیر تاجیک. و وقتی تاجیک به من گپ میزنن این نسبت به دولت سوئدیستانی من از تاجیکستان حساب میکردن یکی دیدن خواستن یک دولت است این چی است آنها این ایشان بودن. یک навори که خیلی در اینترنت پخش شده است این برآمدی شما در سمالیات است و میخواستیم در این بابت شما گپ زدید که شما با کدام سمالیات اومدید و با شما مردمی به فکر کلوب و قرآن‌تپه بود. وقتی که من در اومدم میلاد در درون در آوردن با کلاسکه بعدتر در درون شده بودن وقتی همه رو نشوندن در درون سمالیات پس من در اومدم از کلاسه خسته رفتم و با سپروژدینی با یاردن خیلی کارمندانی پلیس روسیه در اومد وقتی دیدم اومد در اومد برادر ما اومد همون بیرون همونجا من خبر نداشتم که این سمالیات به کلوب میپرد من خود با چشم یکم مارکت کلوب دیگه ندیدم حیاتم ما در بیرون گذشتگی است از سال 80 از سال 96 در روسیه همون حالت هم گفتم با من سوال دادم وقتی که دیدم این نروشنیکویی که از دستبند دارم خود به خود خاموشی پیدا شد این چی گپ است کی است و در تن من نبود که اصلا گاوس پیچن من یک فرمی اسپارتو داشتم که از بالام سپیسپران در اقل در زونی سیزو بودم این سپیسپران این زونی سیزو میگم هیچ از تو ما سیزو نداره ولی چی من میپرتم میگه یک کاغذ فالشی اسپارتو رو برشه این فالشی کاغذ از من در گذشته سرحد گفتم که این قانون شکنی است این بدی به ملت تاجیک است این با پستی بردن دولت سوئیسری من تاجیکستان است باید از این هم محترم رحمانوف دولت هم محترم پوتین دولت این بدی به همه ملت است ممکن اونا خبر ندارن اونا هم فکر نکنن که این
همش از روی قانون است، از روی قانون نیست. و سپس در سمنو نشستن و من آمدن پسران گفتم زنی آمد شواری باید شلاری نگرد از کلوب من میخوام که رسم شما رو درم شوارم در کلوب است خویش نتی بیند کرامت در کدام حالت زنده حیات از بیرم مولا بود بعدتر گفتن که من همین باید خود از هر کس 100 200 500 گفتم من 19 پولا برای شما برای چی برای من از همه چی تعمیرم گفت نه برادر شما در سپیسپلو میبینید شما وطن رفته استوده در دست شما نه پاسپورت است همه شرطه شما محکم است اگر داشته باشید در اونجا زیاده از 15400 چند سوم پول بود من گفتم مونید بعد من سخن دار بزنم که میلاد دونن که من همینم میگیرم صرف میکنم او با من چی او با بیمار خانه با کجا این پول شماست یکی با کسی نمیتونم ولی از اونش این بزرگی مردم کلوب بود این بزرگی اون موجودانی که در این سمنه دارم فقط این کلوب میپرد و بودن اونا رقمای خود رو موندم تلفن‌های خود رو موندم من در اطلاع برآمد کردم من گفتم فکر کنم در یوتیوب است من از اون چی پنهانی هم ندارم امروز من در اینجا هستم و همه دیوف اگر دریافت می‌نمودن شخصی رو که امروز دست خود رو در روز به موجودات ملتی میکرد خوبتر از من لیکن کمتر از من که مبادی نمیشه کم تصور نداشت و تجربه کنید من روزی بودم خاموش نیستم لیکن این ملت از من یکی نیست دیگر شخص من نمیدونم با اونو چی گفتم تو اروپا رو بید که عاقبت دانه دنیا که تاجیک بود در روسیه موند جمشید روشن رو برداشت تاجیک بود در روسیه وقتی که سمنت‌های روسا محکم شدن از تمام زندان‌ها تمام تاجیک‌ها رو بالا که اینا گناهکار نیست از مهاجر با این سمنت‌ها بودن تاجیک وقتی که دید که خواستن مقابل تاجیکستان دیگر بدیا برن اونا گفتن که ما چه سخن دارن دولت روسیه جوابگر در پیش من همچون شرمنده است اونجایی که خطاگی هم دادن پاسپورت دادن این همه بافته است این اسم شرمنده بود در سودای بالا رساندن به هر دو دولت هم تاجیکستان و روسیه عدالت بود عدالت وقتی پیدا شد هزاران مهاجران ملتی میتونن بعدتر مراجعت کنن که با کدام رو از بین برداشتن دیپورتاسیون رو با مانند من دهها صدها تاجیکان با پاسپورت روسی در تاجیکستان با من مراجعت کردن زن خودی که اونا دارن به هر یک استاتی بدبختی بی گناه در اونجا میشنن اساسا برای گرفتن پاسپورت ها از بین برداشتن شهروندی روسیه از اینجا با حرکت میکنن که آنها هم آزاد شدن آنها نمیدونن کجا رفتن این از بزرگی این میشود بزرگی متحد بودن ملت یگانه بودن من شاید گفتن من رسوندن به شما به همه مهاجران ملتی و شخصی که من در بیرون میبینم من بغیر از سخنی خوب از کارهای بودن من اونو خود با میکنم فقط برای من سلامتی میخوام موفقیت میخوام بعد سوال از کی شما برمیگردید من نگاه شما در تاجیکستان چی بودن در اونجا برادرای ما هستن در اونجا زنای و کودکانی برادرای ما هستن در اونجا مادرای پیری ما هستن حرکت‌های ما برگشتن همچنین رو برای دیاسپورا در گذراندن انجمن‌های کلان در خود روسیه و فهمیده کنید که بزرگی ملت ما در اون است که ما پرتوقتیم و یک چیز رو فراموش نکنیم امروزه قوایی که پرتافته شده برای بی‌عدالت نمودن ملت تاجیک آنها خواهش برگشتن ما رو ندارن و چی میشه بر تقدیر تاجیک دو در سطح بلندی دولت میشه ما اگر خواهیم دولتی دموکراتی سازیم هم روسیه هم تاجیکستان باید جمعیت ها باشد باید یک فکری سالم باشد این سالم فکر راست است باید همیشه ما قبضانیم که خدمتی که امروز موجودات ملتی میکند بیرون از دولت امروز هست است همین نشستن ما در همین تاجیکستان بودن ما آزادی حرکت نمودن گواری کردن در دیگر آنها هستند من بزرگ میزنم هر یک موجود ملتی قهرمان باید باشه اون فکرهای اونها پیشنهادهای رو نسبت دستگیری نمودن کلام شریف در بیرون در تاجیکستان و مبارزه اون بردن تو سودای اروپایی این بود و میموند در هم حرکت‌های ما و باوری کامل دارم که با چنین دستگیری‌ها سفید کننده حرکت‌های ما باید در همه حالت‌هایی که نباشه هم در روسیه در قسم سودیش هم در اروپا باید اولی بیاد و اولی باشه این است حیاتی ما
هیچ شکسته و نشوید پراکندگی به خوبی نمیگیرد دیگه فرق نمیکنه. مینداری خود رو باید بیاری زور میکنم با ما جلوی مینتی رحمتی که او به شخصی که او رو تربیه کردم بار دیگر به پدر و مادرین او من میدونم که مینتی من بزرگ است و همیشه با اونها بودم با اونها میمونم 99 از دانو پرویز بوری دارم که من برای سیاه برمیگردم و یک مقصد که از نزدیک به هر یک موجود مینتی صحبت داشته باشم و در فعالیت در آینده کاری خیلی که پیش گرفتم همده است این کار باید دوام میده. دیگر مورد داریم میدم از دستگیری این حکومت در این کار پیش سوال باشید.